السلام علیکم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته ګرانو هیوادوالو، د پاسپورټ په ارتباط باندې چې هر نوی سوال وي تاسو سره کولی شئ له موږ څخه یې وپوښتئ. راجع به پاسپورت هر نوی سوال داریم ما در خدمت هستیم. بفرمایید. برادر محترم، ما در ماه میزان امی نوبت پاسپورتم برآمده بود. باز در ولایت سمنگان رفتم در ماه جنوری. پیش از ماه جنوری بایومتریک شدم. 7 جنوری پاسپورت ما آمده. حال یک دو سه روز قبل به خاطر مشکلاتی که داشتم نتونستم سمنگان رفته پاسپورت خود بگیرم. حال 2 روز قبل سمنگان رفته بودم پاسپورت خود گرفتم، اما حال امی تخلصم یک حرف در روی پاسپورت اشتباه شده. خب اگر خودتون البته فرما را اشتباه خانه پوری کرده باشین، خب مکمل فیس یعنی محصولش را مکمل خودتون پرداخت میکنیم. اگر احیانا از امیرت مربوطه اشتباه شده باشه، باز 50% محصولشون تادیه میشه. و دیگه برای بار دوم که مثلا میگیر پاسپورت باید به ریاست عمومی چیزی کنیم، عریضه نوشته کنیم و کابل بیاید در کابل عریضه نوشته کنیم. و اگر از اون امارت ولایتی هم اجرا میشه، مگم یک کمی پروسشون طولانی تر است. فقط و فقط از ولایتی میتونی که یک مکتوب بگیری بیای کابل، در کابل براتون در ضرب 1 الی 5 روز براتون چاپ میکنه، براتون میده. من هم خودم فعلا در کابل آمده منتظر بودم که یک بار شما لایف بیاین همراه شما یک بار صحبت کنم. و من خودم در فرم اشتباه کرده بودم، اما در اوجا وقتی که در شعبه بعد از بایومتریک شعبه کنترل هست اوجا اصلاح میکنن. امو اشتباه را اصلاح کرده بودن، اما با وجودی که اصلاح کرده بودن بازم اشتباه شدن. اونها البته این پروسه را مکمل در مراحل میکنه، میبینه که اشتباه از کی هستن. بعد از او براتون محصول میته، باز با اون محصول باید چیزی که تادیه کنید. و دیگه فعلا در کابل هستین، فقط و فقط مراجعه که برای ریاست عمومی پاسپورت اونها یک عریضه نوشته که مکمل جریان خود را نوشته که برایشان اونها باز براتون طی مراحل میکنه و فقط و فقط پاسپورت که فعلا پیشتان است اونها را باطل میکنه، باز پاسپورت جدید براتون میته. یعنی پول اگه دوباره بگیره چقدر پول خواهند گرفت؟ گفتم مثلا پاسپورت 5 ساله باشه، خب اگر اشتباه از خودتون باشه خب 5900 یا 5500 میگیره 5 ساله باشه. اگر 10 ساله باشه 2400 افغانی میگیره. اگر احیانا اشتباه از کارمند باشه، کارمند دولتی باشه، در این صورت باز 50% محصولشان ازتون میگیره. شاید یا 2500 بگیره یا 3000 ازتون بگیره اگر 5 ساله باشه. اگر 10 ساله باشه 5500 یا 6000 از افغانی ازتون میگیره. یعنی اگه اشتباه کارمندم باشه بازم 6000 میگیره؟ مثلا 50% از محصول خودم میگیرم. خب در اینجا در دارلمان وقتی که در ریاست پاسپورت برم اول در اوجا پیش عریضه نویسا عریضه رو نوشته کنم، بعدا داخل برم بدون نوبت مرا داخل میمونم. ای محترم، اول عریضه را نوشته کو. وقتی که عریضه را نوشته کردی با اساس ما عریضه پیش میریم، اونها تا مراحل میشه. بعد از او یک روز مکمل پروسیتان خلاص میشه، یک روز پروسیتان میشه، اسنادتان بررسی میشه. بعد از او که محصولش هم پرداخت کردین، یک روز بود یا 2 روز بود براتون پاسخ چاپ میکنه، براتون میده. خب درسته خیلی. و ها یعنی فرق نمیکنه به خاطر که 3 ماه پیش پاسپورت اومده من نو گرفتم نمیگن که چرا دیر شده؟ مشکل نیست. احیانا یک پاسپورت مثلا اگه ویزا خورده باشه خود او صورت باز نمیشه، یعنی نه مجبور ویزا هستی از نخورده، نو گرفتیم 2 روز پیش گرفتیم. اگه ویزا نخورده باشه باز مشکل نیست، هر وقت مراجعه کرده میتونی. خب درسته. تشکر از راهنماییتون. در خدمت. سلام علیکم ادمین محترم، خوب هستین؟ علیکم سلام میرزا، بفرمایید. در خدمت. بخیر باشین. امی سایت غزنی معلوم نیست چه وقت باز میشه؟ آوازش خیلی زیاد است ولی معلوم نمیشه. بسیط نشده. تایت غزنی خب احتمال است یعنی نزدیک ها بخیر باش، یا دمی هفته یا هفته آینده، دمی 2 هفته انشالله بخیر باز میشه، چون مبادیهیش هم به پایان رسید. فقط 1000 نفر باشه، 500 نفر بخیرت اونها رو باز کنم. انشالله دوباره سایتشون باز میشه برای تبدیلی و ثبت نام. تشکر، سلامت باشین. ما این شهر سال ثبت نام کرده بودیم.
تقریبا در ماه اسد یا اسد سال رو دیگه هیچ سایت ما باز نشد. محترم منتظر باش انشالله باز میشه دمی 2 هفته حتما باز میشه. باز ولایت ها هستن که تا حالا باز نشده، در کندوی کاپیسا غزنی یک دو ولایت دیگه هستن اونها تا حالا باز نشده. انشالله دمی هفته بخیر دمی 2 هفته بخیر سطحشان باز میشه، چون هر هفته یک بار سطح باز میشه. ببخشید ادمین محترم، خواه خیلی یک خوب. سوال دیگه هم فرمان محترم بود. نسیم. امی کسایی که در تاریخ حمل 1402 تاریخ اول یا دویش ثبت نام کرده باشه، به نظرتان چقدر وقت میگیره تا بایومتریکشون مشخص شود؟ خب کسایی که در کابل ثبت نام کرده سال قبل در همه ثبت نام کرده فعلا سطح از تمام ولایت ها بسته هستن، از کابل هم بسته هستن. فقط و فقط سطح بدهی کابل که میشم یعنی فعلا در هوت است. البته در ماه هوت هستن یا 19 یا 15 در این روزها هستن. اگر یعنی زیاد که طولانی تر شود حدود 2 هفته الی 3 هفته بعد با کسایی که در ماه حمل ثبت نام کرده باشه به اونها نوبت میده، یعنی حدود 1 هفته الی 3 هفته، چون پروسهشون فعلا تیز میره. یعنی صورتشان پیدا کرده کابل هر روز حدود از 30,000 گرفته تا 5,000 پاسپورت ها توزیع میشه در کابل. درست بله است. سلام تشکر علیکم ادمین. محترم. سلام بفرمایید در خدمت. میبخشید محترم، همین پاسپورت هایی که بایومتریک شده در کابل چاپ شده از مرا تاریخ 23 امروز پستخانه دیبوری زده بود، رفته بودم هنوز نامده، ارسال نشده. مشکل چیست؟ چگونه بتونیم برای چک کنیم؟ خب محترم کسایی که به متریک میشه احیانا برشان یا 2 روز بعد یا 3 روز بعد این نه حتما 5 روز بعد کدام تاریخ که براتون مشخص کرده به مو تاریخ پاسپورتتون به مو پستخانه میرسه، ساعتهای 2 بجه یا 12 بجه میرسه. باز یک تاریخ بعد از اون مثلا تاریخ 6 براتون گفته بود شما باید تاریخ 7 باید مراجعه کنید. این به تاریخ 6 به پستخانه میرسه، اونها ثبت سیستم میکنه، در لیست خود ترتیب میکنن، بعد از اون به فردایشان تقسیمشان میکنه. همین ترتیب با تمام پستخانه قسم ارسال میشه. از ما چند نفر بود یک تعداد تاریخی دیروز 22 پاسپورتشان برآمدن، از خودم امروز بود رفته بودم هنوز نبرآمده. مشکل چیست؟ ریاست پاسپورت رفته چک کنیم یا فردا باز برم؟ نه مشکل نیست، اگه امروز نامده حتما فردا یا دیگه فردا حتما میاد. فقط فردا یا دیگه فردا مراجعه کنید انشاءالله مشکلات حل میشه. که سلامت باشه. من میکنم نواقص اگه داشته باشه پاسپورت که نواقص داره با چک شد. نواقص که اگه داشته باشه اونها خودشون اصلاح میکنه، حتما همراهتون تماس میشه، شمارهتون به اون خاطر میگیره که همراهتون تماس شوم. و فقط اگه نامد باز فردا مراجعه کو، اگه فردا نشد با روز شنبه مراجعه کو حتما آمده باشه. اگه نامده باشه باز به مراحل که همون ورق که براتون داده اونها را به ریاست عمومی مراجعه کو، اونجا براتون اگه چاپ نشده باشه براتون در یک روز یا 4 ساعت بعد یا 3 ساعت بعد براتون چاپ میکنه. اکل سلامت باشه، بخیر باشه، بخیر باشه. بله سلام علیکم بیادر. سلام بفرمایید خدمت. بیادر همین یک سایت ولایت کلا میشه 3 بار انیبل ترکیه نمیشه، همین چی مشکل باشه؟ انترنت هم تیز است. معمولا سطح ها که باز میشه کسایی که اینترنت هم سرعتشان هم بالا باشه باز وقت تو میشه که کسایی که زود داخل میشه اونها با اونها باز میشه. مثلا این سایت که زیاد گنجایش نداره که زیاد نفرا را ذخیره کنه، این حدود 1,000 2,000 500 نفرا را گنجایش داره که داخل سایت و فرما را چیزی کنه تبدیل کنه. اگر امو تعدادشان که پوره شود اون صورت اونها میتونه تبدیلشون کنه. باز کسایی که اینترنتشون هم قوی باشه در این صورت به هم نمیشه. بازی هست که اینترنت ضعیف داره مگر باز هم میتونه که فرما را چیزی کنه تبدیل کنه، یک ولایت با دیگه ولایت تبدیل کنه، کدام مشکل برش اینجا نمیشه.
و معمولا امی یوزر که جور شده برای ریاست پاسپورت که فعلا هم فعال هستن، اینها ظرفیت زیاد نداره. مثل گزینه کنکور واره که وقتی که نمرات خود سرچ هم میکنیم میپولیشان جستجو میکنیم هم نمیبره، خیلی به سختی میبره. و مو خاطر وقتی که سطح ها باز میشه معمولا برای 1 ساعت یا 2 ساعت باز میباشه. در این صورت تمام مردم کوشش میکنه که داخل سایت شوه. در بعض وقت تو میشه هم که کسایی که از وای فای استفاده میکنه به اونها هم خوب نتیجه میده، و کسایی که از وی پی ان استفاده میکنه به اونها هم خود خوب نتیجه میده، و کسایی که بیرون از کشور هستن به اونها هم خوب نتیجه میده. معمولا از اینترنت ام تی ان، افغان بی سیم و افغان تلکام اینها خوب استفاده میشه. یعنی از اینترنت ها استفاده کنید در داخل افغانستان خوب نتیجه میده. چون ما باز کارمندای ما هستن اونها استفاده میکنه خوب نتیجه گرفتن. باز هستن که بیرون از کشور هستن اونها البته صورت اینترنتش هم بالا هستن، اونها باز از اونها هم خوب نتیجه میده. بازشان که هست اینترنتش هم زیاد هستن مگم نتیجه نمیتن. یعنی حدود باز کارمندای ما هستن که در کشور عمان و عربستان هم هستن، یعنی صورت اینترنتش هم بالا هستن، از سطح این هم بالا هست مگم نتیجه نمیتن. البته این یوزر که هست یکم مشکلات داره خود یوزر، اون که زیاد نتیجه میته در ام تی ان و افغان بی سی و افغان تلکام. دمی 4 شبکه البته 2 3 شبکه خوب نتیجه میته. بیادر از ما همی سیستم همی چیز افغان تلکام هست کار نمیده. باز ما از وی پی ان استفاده نمیکنیم. کدام وی پی ان شما دارین معرفی کنین؟ خوب وپین ها البته طبعا بعضی هستن که رایگان می باشه، بعضی هست که هزینه میگیرم ماهانه فیس میگیرم. کدوم وپین که طبعا فیس میگیره اونها هم قوی می باشه، طبعا کارشان هم خوب می باشه. اگر در کابل باشه خب در گلبهار مراجعه کنه ها براتون مندازه، 1,000 الی 1,500 تا میگیره. خوب باز کار میده. باز وپین ها هستن که اوکی وپین است اونها هم خوب کار میده. بعضی هستن که ولی پین فری هستن، یعنی نوعشان مختلف هستن، هر یکیشان که هست باشه خوب کار میده. یکی هست که اندونزیا پین هستن اونها هم خوب نتیجه میتن، کارشان خوب هستن. مختلف هستن، هر یکیشان جدا جدا خاصیت خود را دارن. درست است. تشکر بیادر. نفر بعدی بفرمایید خدمت. سلام علیکم. و علیکم وقت السلام. امروزتان بخیر. بخیر ساعت باشید. بازارتان هم درگاه قبول باشه. در رابطه بخیر. با مای حدود 1401 ثبت نام پاسپورت کردیم تاریخ 8ش. فعلا فکر کنم در تاریخ 12 16 رسید، اما ما تاریخ نزدم. ما چی رقم صاحب است؟ خود در ماه هوت ثبت نام کرده بودی محترم؟ 8 حدود 1401. بله. باز فرما هستن که اونها از سیستم میمونه، باز 1 هفته بود یا 2 هفته بود بر اونها هم تاریخ میته، کدام مشکل نیست. اگر 1 هفته براتون نته هفته آینده حتما براتون میتم. وقتی که سیستم اپدیت میشه باز فرما که مثلا یا 500 یا 400 فرما پیش میره یا 500 فرما پس میره. و مو خاطر سیستم هم اینها که هستن وقتی که اپدیت میشه مشکلات ایجاد میشه. خیر مشکل نیست، اگه 1 هفته براتون تاریخ نته هفته آینده حتما براتون تاریخ میتم. در از و سلامت. خیر باشی. نفر بعدی بفرمایید خدمت. السلام علیکم روزان اخی جوړي. علیکم سلام وروره، مهرباني میکنم خدمت کې. روزانه خدمت مو دا د مونږ په موبایل کې د پاسپورت ثبت نام کړی وو، او بیا چې څه وخت دا یو ورقه مو ډکه کړه بلې ته واوښتو، بیا هغه عکس او امضا راځي که نه، هغه ځای راغی بس هېڅ موبایل د سیسټم نه دغه ووتل خپله باندې، اوس چې بیا هغه ثبت نام کړو هغه نه کېږي. یوازینۍ لار همدا ده وروره، تاسې به څه کار وکړئ، جستجو له طریقه پیدا کړئ. تاسې به جستجو ته لاړ شئ، هلته به نوشته کړئ هغه مشخصاتو باندې چې تاسې ثبت نام کړی ده، مثلا نوم به ولیکئ، د پلار نوم به ولیکئ، د نیکه نوم به ولیکئ، تاریخ تولد به ولیکئ. کوم مشخصاتو باندې چې ثبت نام کړه هماغه مشخصات به سرچ کړئ، هغه نه وروسته به تاسو ته د نوموړی شخص پیدا کړي. او که چېرته بیا هم پیدا نه شو
نو تاسې باید داسې کار وکړئ چې دویم ځل لپاره چې کله تاسې ثبت نام کوئ نو دویم ځل لپاره فعل لپاره ثبت نامونه بند شوي دي یو ځکه تاسې دویم مرحله پورې تللي یاستئ دویم مرحلې پورې چې تللي یاستئ نو په دغه درېیم مرحله کې ولایتونه انتخابېږي هغه ولایتونه فعل لپاره بند شوي دي فعل لپاره یو ولایت هم خلاص نه ده نو کله چې کوم ولایت خلاصېږي نو تاسې باید دغه مراحل هغه وخت ټول تکمیل کوی شئ مثلا سبا ته احتمال شته چې بعضې ولایتونه خلاص شي لکه هلمند شته پکې تخار پکې شته بلخ پکې شته سمنګان پکې شته خوست لوګر دا هم پکې شامل دي دغه ولایتونه احتمال شته چې سبا ته خلاص شي بیا په دې ولایتونو کې بعضې ولایتونه شته چې د هغوی سیټ د 4 ساعتونو پورې خلاص اوسېږي بیا په دغه وخت کې ته کولی شي هغه ولایتونه چې زیات وخت لپاره خلاص هغه انتخاب کې مثلا کولی شي هلمند انتخاب کې ځکه د سیټ کې ظرفیت یې هم ډېر ده او سیټ هم ډېر وخت لپاره خلاص بیا دغه وخت کې ته کولی شي هغه ولایت انتخاب کې عمله ثبت نام کې خو ثبت نام دوم ځل لپاره باید داسې کېږي چې تاسې د پلار یا د نیکه سره یو تخلص اضافه کړئ یا په دغه وخت کې تاسې کولی شئ مکمل ثبت نام تکمیل کړئ او یا که چېرته تاسې دغه فورمه پیدا شوه مثلا جستجو له طریقه پیدا شوه د مشخصاتو په اساس پیدا شوه بیا په دغه وخت کې هم کولی شئ مخکې لاړ شئ عکسونه پکې اپلوډ کړئ امضا پکې اپلوډ کړئ او چې کوم څه خلاص شو هغه ولایت کې فعل لپاره ثبت کړئ خو چې کله تاسې نهمې مرحلې ته رسېږئ د پاسپورټ نوم انتخاب کړه محصول م انتخاب کړه هغه موده م ورته انتخاب کړه ټوله نو تاسې چې سیف ووهه دلته به تاسو ته یې ارسال نه وهي ځکه که چېرې تاسو ته یې ارسال ووهي په همغه ولایت کې څه کېږي ستاسو نوم راوځي نو تاسو به یې پرېږدئ چا په فرم به کې او فرم یې به ځان سره ډاونلوډ کړي نو خلاص چې کله دویم ځل لپاره ستاسو مربوطه ولایت خلاصېږي دغه بارکوډ په اساس د مشخصاتو په اساس به خپله فورمه پیدا کړئ او مخته به لاړ شو خپل ولایت کې بیا سیف کړئ دغه یوه راغله او رجانې بله پوښتنه دا ده کنه چې ملګري داسې وکړه دا څه وخت مونږ ننګرهار سایډ خلاص شي د ننګرهار دغه ډېر زیات سایډ مصروف وي دا داسې کوم یو پي این شته چې هغې د لارې خلاص شي لپاره خو چې موږ تجربه کړې یو اوکي په نامه وي پي این د ښه نتیجه ورکوي یو چې د اندونیزیا په نامه یو پي این د ښه نتیجه ورکوي یو بل شین وي پي این ده پلی سټور او دا نور هغه کې هم کار کوي خو معمولا دغه فرق کوي بعضو تلیفونونو کې بغیر وي پي این هم دا صفحه خلاصوي بعضو کې وي پي این سره خلاصوي نو دا مشکلات شته دا سایډ ځکه مصروف وي نو څومره چې ته ورته آمادګي ونیسي بیا هم هغسې نه کېږي نو خلاصه هغه انټرنیټ چې طبعا د انټرنیټ سرعت یا د ډاونلوډ سرعت ډېر اوسېږي هغه کې دا صفحه ډېر ژر خلاصېږي ویب وري فاسټ ډاټ کم نوشته کې ګوګل کې هغې ته خپله د انټرنیټ سرعت هم ته معلوم دی نو هغه نتیجه ښه ورکوي معمولا هغه سیم کارتونه چې سرعت انټرنیټ یې له 5 MB څخه لوړ اوسېږي دا ښه نتیجه ورکوي السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام فرمایئ وروره خیر څه بخیرې مننه ژوندی یاست مهرباني وروره ما دغه هود 1401 په 14 باندې ثبت نام کړی او اوس نه پوهېږم چې تاریخ دی د کابل په کوم تاریخ کې ده او ما ته اوسه پورې تاریخ راکړی نه دی د کابل معمولا د 2023 کال د 3 میاشتې 3 تاریخ پورې رسېدلی یعنې که میلادي هجري شمسي ته یې واړو د 1401 کال د 12 میاشتې 14 او 14 نیولې تر 15 پورې دوی تاریخونه مشخص شي ورځ یې ټاکل شوې ده او هغه نه وروسته یو تاریخ هم هغوی ته ورکړی ده چې په دغه تاریخ باندې به تاسو ته فرمه راځي یعنې تر 14 نه نیولې تر 20 پورې دې هغه کسان چې دوی ته څه کړی تاریخ مشخص شوی ده نو که چېرې تاسو ته تر اوسه پورې تاریخ نه وي درکړی منتظره اوسېږي ځکه د کابل کې چې ده عمومي سایټ ده او دغه بعضې نوبدهي مخکې وروسته کېږي یا 200 کسانه مخکې کېږي یا 300 کسانه شاته کېږي نو کله کله د اپډیټ کسان پاتې کېږي نو هغه کوم مشکل نشته کوم عمومي ستونزه نه ده نو انشاءالله په دومره دوره کې چې کله بیا اپډیټ ته ځي نو هغې څه کېږي کوم کسان چې نه پاتې شوي دي هغه ځان سره راخلي نو کوم مشکل نشته انشاءالله تاسو که دا هفته کې تاریخ
اوس در کله راتلونکي هفتو کې به حتما تاسو تاریخ درکړي. مننه وروره، خیر اوسې. خیر. نفر بعدی بفرمایید خدمت. سلام رای جان، خدا کنه صحت باشید. در یک تاریخ 2 نفر ثبت نام کرده بود، فرمایشان مفقود شده، یکیش پیدا شده و دیگر فرمایش نیافتیم. این با چه رقم میتونه که فرمی دومی نفر دوم پیدا کنیم؟ میره یک معلومات بدین. تشکر. خب نفر دوم که فرمایشان پیدا نمیشه، علتشان این است که در کدوم تلفن یا در کدوم کامپیوتر که خودتون ثبت نام کردین میتونه از اون طریق پیدایشان کنی. یکی اگر تذکرهشان کاغذی باشه، بعضی وقت اینطور میشه که بعضی نفرها که با اساس تذکره کاغذی ثبت نام میکنن اما تاریخ تولدشان اشتباه نوشته میکنن، یا ماه اشتباه نوشته میکنن، یا روزشون اشتباه نوشته میکنن. اینها هستن. بعضی هستن که وقتی که ثبت نام میکنن فاصله را مراد نمیکنه، یعنی فاصله نوشته میکنه، وقتی که جستجو میکنه با اساس اون پیدا نمیشه، چون اینجا حتما یا فاصله وجود داره در مابین دو حروف، مثلا عبدالله عبدل یا الله در مابین عبدل و الله حتما فاصله وجود داره. محمد عرف یا محمد و عارف حتما یک کدام فاصله هستند. اینها را مراد نکنیم، یک جا نوشته کردم اینها را مراد کنید، ان شاء الله سیستم پیداشون میکنه. اگر احیانا باز هم پیدا نکرد، باز در بخش ایتی مراجعه کنید، ها براتون حتما در سیستم میکشه. اگر موجود باشه ثبت نام کرده باشه براتون میکشه. اگر نه باز نمیخوای که بخش ایتی هم چیزی شوه، مراجعه کنید اونجا و باز میتونید ثبت نام دوم هم اجرا کنید. ثبت نام دوم قسم میشه که در بخش اسم پدر و اسم پدر کلان میتونی یک نقطه اضافه کنی یا تخلص اضافه کنی، یا یک چیز اضافه کنی تا سیستم پیش بره. و از همه چیز یک تخلص خوب است، چون از همه چیز تخلص خوب است به خاطر که اسم پدر و پدر کلان در پاسپورت ثبت نمیشه در سیستم. البته سیستم ثبت میشه، خود روی پاسپورت که چاپ میشه نمیاد، فقط که چاپ میشه تخلصتان چاپ میشه، اسمتان چاپ میشه، تولدتان چاپ میشه و محل سکونت اصلیتان چاپ میشه. اینها چاپ میشه. البته سکونت فعلی هم چاپ نمیشه و اندازه قدتان چاپ میشه. اینها در پاسپورت چاپ میشه. بس خلاص این اسم پدر و پدر کلان اگه اشتباه هم باشه کدام مشکلی نیست، ایجاد نمیکنه. میتونی که یک تخلص به پدر کلان یا پدرتون اضافه کنی و به ثبت نام دوم اجرا کنی. تشکر صاحب. با بخش آیتی مراجعه کنه اونجا عریضه میشه یا هم تو چی گفته اونجا مراجعه کنه اگه معلومات اگه بدید؟ تشکر. خب بخش ایتی اگر مراجعه کنی اون فقط موضوع خود همراهشون شریک میکنی بس خلاص، عریضه نوشته نمیشه، موضوع خود همراهشون شریک میسازی. اگر اونها پیدا کرد خوب در خود، اگر پیدا نکرد باز مجبور هستی که ثبت نام دوم اجرا کنی. بخیر سلامت باشین. موضوع گرفته شد. تشکر. وادی بفرمایید خدمت. کوم څوک سوال لري د پاسپورت پر دبان باندې مهرباني موږ په خدمت. بله سلام علیکم. بفرمایید خدمت. برادر میخوام همین سایت مزار چه وقت باز میشه؟ مزار فردا احتمال داره که باز شه و اگر فردا باز نشه روز شنبه یک شنبه حتما باز میشه. شنبه و یک شنبه. تو سایت مزار کابل چه وقت سایت شما میشه؟ هم ثبت نامش؟ فعلا سایت کابل به خاطر که باز نمیشه که زیاد نفرها در کابل ثبت نام کرده، اونها اگر نصف شوه یا 50% 30% بمونه و اون صورت باز میشه. احتمال زیاد داره که بعد از سال نو و سایت کابل دوباره باز شوه با ثبت نام و تعدیلی. تشکر بسیار جان. مثال ما میگه تا 2024 2/10 همین در مزار چینج کردیم، تا بعد تاریخ ما رو ندادن برادر. خب با مزار فعلا فرم خود تبدیل کردین یا که فعلا فرم در کابل است؟ نه تبدیلش کردیم. خب تبدیل کردین من تاریخ براتون میته، چون فعلا سایت مزار هم دوباره باز نشده، حتما تاریخ براتون میته. اگر دی هفته نداده باشه حتما هفته آینده حتما براتون میته. تشکر بسیار زیاد. بخیر باش.
نفر بعدی راجع به پاسپورت هر نوع سوال داریم ما در خدمتیم. سلام، حتما بخیر. سایت ها چه روز خواهد شد؟ چه وقت باز خواهد شد؟ خب فعلا خب سطح های امروز باز نمیشه، احتمال است که فردا باشه چون یک هفته ازشان گذشته. هر هفته یک بار سطح ها باز میشه، معمولا روزهای شنبه، یک شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه باز میشه. اگه امروز باز نشد باز فردا انشالله بخیر به واقع الهی حتما باز میشه. اگر روز پنجشنبه باز نشد روز شنبه و یا یک شنبه احتمال زیاد داره. تشکر برادر محترم. بخیر، سلامت.